سلام به قربکس یوتیوب، چطور مطورید؟ خوش اومدید به چنل اشیکس. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه مثل همیشه. میدونم منتظر ویدیو خفن بودید. حتما بله. خب اومدیم با کی ویدیو بگیریم؟ با مشید خانوم. بله مشید خانوم افتخار داده به ما، اومده توی ویدیومون. قربون شما. بعد خلاصه اومدیم امروز واسه تون یه دونه ویدیویه. بذار من اینا که هم دارم بچه امروز بچه ها اومدیم با یه دونه ویدیوی خفن، ویدیوی سوال جواب. قراره من از مشید سوال بپرسم، مشید question box. واو. خلاصه اومدیم چند تا سوال من از مشید بپرسم، چند تا سوال مشید از من بپرسم. من بیشتر از اون بپرسم. آره خلاصه نه بیشتر و اینا نداریم دیگه. یه سطحه. من مثلا 10 تا بپرسم، تو هم 10 تا بپرس. اوکی؟ خلاصه برعکس اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، بگید که از این ویدیو دوباره واسهتون بسازم، یا اگه دوست داشتید با مشید ویدیو بزنم بگید دوباره با مشید ویدیو بزنم. و اینکه سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم دیگه. بریم سراغ ویدیو بدون معطلی. لیتس اولیش تو دیت اول طرف چیکار کنه یا چه جوری باشه کنسل. ببین تو دیت اول من بخش وظیفت شما حتما بگین، چون واقعا یه چیزیه که همه یه اخلاقی دارن در مورد. آره میتونید تو کامنت ها بگید که بخونن، چون خیلی جالب در میاد واقعا جوابش. بفهم. آره ببین تو دیت اول من واسم اینجوریه که باید طرف شخصیت از همه چی مهمتر شخصیته. خب شخصیت داشته باشه و اینکه چیز بهداشتی خودش خیلی برسه، تمیز باشه، بو نده، نمیدونم تیپ و لباسش و اینا حالا معمولی هم باشه اوکیه، ولی ترجیحاً تیپ و چیزش اوکی باشه و تمیز باشه و اینکه مهمتر از همه شخصیت داشته باشه. اوکی. همین سوال شما جواب بده. تو دیت اول طرف چی کار کنه کنسل؟ به نظر من از نظر حالا یه دختر واسه من اینجوریه که همون اوایل من خودم آدم خیلی خونگرمیم ولی اصلا دوست ندارم همون اول طرف خیلی باهم صمیمی باشه یا مثلا صمیمانه رفتار کنه. اصلا نیستم اینجوری هم که آقا من دارم با تو آشنا میشم و تو اصلا نباید اینجوری باشی که مثلا من تو رو خیلی وقت خیلی سرسنگی. آره همون شخصیت میشه آره دقیقاً همون به قول تو همون شخصیت میشه. ولی حالا به قول تو همون بهداشته یا مثلا از نظر من حالا من روی دندون حالا حساس‌ترم. همون دیگه بهداشت همون میشه. مثلا مسواک نزنه، اتکلون نزنه یا همون نره فلان. وگرنه اصلا مثلا بریم یعنی لوکیشنش اینجوری باشه که مثلا بریم کافه یا مثلا بریم غذا بخوریم، نه اوکی فرقی نداره. مثلا بقیه مهمه واسهشون که لوکیشنش کجا باشه. شخصیت هم میشه اصلا. اوکی. تا حالا به دوست دختره دوسته چشم داشتی؟ نه ببین راست بگو. نه ببین آقا من خب یه اخلاقی که دارم، چون دوست ندارم کسی حتی رفیقام رو دوست دخترم 1% بازی بگیرن یا چشم داشته باشن و حالا هر چیزی. واقعا خودم این کارو نمیکنم چون به کارما اعتقاد دارم و اینکه هیچ وقت این کارو نمیکنم. ببین شاید مثلا رفیقم دوست دختر داشته باشه، با دوست دخترش مثلا خیلی راحت باشم، خیلی باش حال کنم، مثلا خیلی دوستش داشته باشم و اینا، ولی خب اونجوری نیستم که مثلا به عنوان این که مثلا بخوام مخشو بزنم یا بخوام بعداً باهاش اوکیشم یا فازی روش داشته باشم یا چشم. اصلا اونجوری نیستم، یه همچین اخلاقی ندارم. مثل یه دوست خیلی خوب مثل شاید آبجیم حالا فرق نداره، اونجوری من دوستش دارم، ولی خب واقعا هیچ وقت تا حالا دوشیدنه خلاصه که اینجوری فازی ندارم من رو دوست دختره رفیقم. اگه شما همچین داستانه ولی خب باشه شاید بعضیاشون خیلی راحت باشه. داشتم میگفتم خب بفهم. اگه واسه شما همچین داستانی پیش میاد حتما کامنت کنید، چون من واقعا از دوستای دخترم خیلی شنیدم همچین چیزاییو که دخترها خب خیلی بیشتر که بوده و بعدن فهمیدن یا بوده همون موقع اصلا فهمیدن. تا حالا چند تا دوست پسر داشتی؟ حقیقتا همشون حالا دوست پسر حساب نمیشن، یعنی اینجوری بوده که به قول خودمون یه آشنایی بوده، یه مثلا در حد یه هفته با طرف اوکی بودی، دوست بودی، اینا دوست پسر واسه ما حساب نمیشه. اگه واقعا دوست پسر رو بخوای بگی که خیلی باهاش هم صمیمی بودی، هم به قول خودمون فاق بودی، حقیقتا میتونم قشنگ بشمارم. یعنی چند تا بودن دوست پسر فاقت چند تا بودن؟
5 تا. تازه اونم خیلی قدیما، یعنی اینجوریه که خیلی وقت پیش من راحت تر بودم با کسی اوکیشم، ولی جدیدن مثلا تو 1 سال و فلان و اینا. اوکی. خب شما بپرس. تا حالا تو کوچه، خیابون چند بار جیش کردی؟ جیش کردم؟ خیلی. پسرا خیلی. تا دلت بخواد من تو کوچه خیابون جیش کردم. یه خاطره جالبشو برام ببین کلا اونم واسه تعریف کنم، کلا پسرا خب چون راحتن دیگه، خب مثل دخترا نیستن. دخترا خیلی مواقع هم نمیتونن، همین که مریض میشن و فلان و اینا، ولی در کل خیلی از دختران دیدم البته اوکی ان این کارو میکنن، ولی خب خیلی کمتر از پسراست. ولی پسرا سری دیگه، بعضیا که دیگه اصلا مهم نیست واسه همون لب خیابون یه سری، ولی یه سری یه خاطره جالب واسه تعریف کنم. خیلی دستشویی داشتم، دستشوییم داشت میریخت. بعد آقا من رفتم توی یه دونه کوچه وایسادیم، رفتم سری بغل یه دونه درخته، فکر کن اینجا درخت بود اینجا خیابون بود دیگه، قشنگ تو پیاده رو من بودم، یه ماشین اینجا این درخته بود، یه ماشین اینجا پارک بود، یه ماشین اینجا. بعد آقا من همینجوری دستشویی کردم یهو اینجوری چشم افتاد تو ماشینه که جلوش به من بود، دیدم یه دختر پسر اینجوری داره نگاه میکنن میخنده. تو ندیده بودی؟ بعد آره من ندیده بودم، خاموش بود ماشینش. بعد ببین من انقدر خجالت یهو اینجوری شدم، برگشتم دور زدم کشیدم بالا اونو رفتم. ببین دختر پسره رو تو صورتشون نگاه میکردی قشنگ داشتن پاره میشدن از خنده. خیلی نتیجه باحال. بگیریم هر ماشین خاموشی خالی نیست. آره قشنگ توی ماشین بچه پسرا مخصوصا نگاه نگاه کن، خیلی تاپله. اگه این ویدیو رو میبینید برای رئیس ببخشید دختر پسر اونا هم خاطره شده واسه شون دیگه، ولی هر جا میرن منو میگن یه پسره داشت اومد چشید جلوی ماشینمون جیش میکرد. نشید خانم یه ذره گوگلیه جیش میکرد. خیلی اختیار داری. شما تا حالا به دوست پسر رفیق چش داشتی؟ عمرن، یعنی اصلا بدون فکر بهت میگم چون مخصوصا با حالا دوستای پسرمون که حالا به قول دوست پسر رفیقمه حالا، یا مثلا دوسته که تو جمعمونه اساسا تو اکیپمونه، اینجوری هم که یه ذره اخلاقم اصلا باشون فرق داره، یعنی انقدر باشون یه جوری رفتار میکنن که فهم کنم رفیق پسرشونم. اصلا هم دوست ندارم حتی 1% یه جوری رفتار کنم که رفیقم حتی یه ذره شک کنه یا اصلا پسره حتی شک کنه، میدونی؟ اصلا باشون یه جور دیگه رفتار میکنم که اصلا آره اصلا 1% هم به فکر طرف نیاد که داره با من مثلا داره واسه من ناز میکنه. نه قطعا این کنسل اصلا واسه من کنسل. یعنی دوستام کسایی که با من خیلی صمیمیان میدونن که من اصلا همچین چیزی نیستم. قشنگ به چشم یه رفیق پسر بهم نگاه میکنن، یعنی انقدر یه جور دیگه ای باهاشون برخورد میکنم. اصلا بدون فکر بهتون میگم این حقیقت رو خب سوال بعدی. بله من تا حالا بدون اجازه مسواک کسی رو زدی؟ نه اصلا این کارو من نکردم. و اینکه مسواک خانواده‌ام نه اصلا مسواک زنم هم باشه نمیزنم راستشو بخوام. حالا اشکال موقعی که ازدواج کنه عزیزم مسواکم گم شده مسواک تو مسافرت مسواک تو میشه ببخردی. ولی نه واقعا خیلی کار چندشیه، من متنفرم از این کار، ولی کسایی رو دیدم که مسواک اینو اونو زدن. آخه اینو اون داریم مثلا من به این کسی که ببخش صرفتون یه قاشق مثلا من یه رفیق صمیمی داشتم که مثلا واقعا با بهداشتش حال میکردم، یعنی خیالم راحت بود با بهداشتش حال میکردم. یک بار اونم میگم مسافرت بودیم اونجا دیگه واقعا ازش گرفتم، ولی بابا تمیز بود به خدا اصلا هرچی مسواکش هم تمیز بود. ولی مثلا کسایی رو پسری رو دیدم که خیلی کرکسیف بودن. بعد طرف من نمیدونم حالا چجوری مسواک زده اون لحظه، ولی خب اون لحظه مسواک یکی دیگه رو گفته ولکن بابا بذار. خیلی بده، ولی واقعا هیچ وقت این کارو نکنید مثلا حتی تمیزترین کسی که میشناسی. حالا با من بود مثلا مثل این نباشه. نه اصلا باشه. حالا توی جمعی یواشکی دست تو دماغت کردی؟ اونقدر تو نه ولی خاروندم. آخه تو دماغت انقدر کوچوله اونقدر تو نمیره اصلا. درد اینجوری آره. یعنی تا حالا یواشکی نه اصلا دوست ندارم واقعا. اصلا رومم نمیشه.
حتی ببخشید کلمه رو میگم که بخوام مثلا آروم فینم کنم روم نمیشه، میدونی روم نمیشه اصلا یه جوریه اینجا که همه من نگاه میکنن. باری کرد تمیزیم بابا. تا حالا موبایل کسی رو یواشکی چک کردی یا اصلا موبایل دوست دخترت چرا دوره؟ ببین من چرا دروغ بگم، از این اخلاق واقعا بدم میاد و متنفرم، ولی یه سری چیزا باعث میشه که مثلا من اگه این کارو بکنم یه ذره جمله بندی خراب شه. اگه من این کارو نه یه سری چیزا باعث میشه که من این کارو بکنم وگرنه کلا خوشم نمیاد. مثلا چه اگه یه سری حرکتی چیزی ببینم از طرفم و فلان و اینا یه ذره اعتمادم بیاد پایین‌تر، آره خب این کارو قطعا میکنم، حالا چه یواشکی. نه میگم اصلا دوست ندارم این کارو بکنم. مثلا بهتره بهش بگی نه؟ چیو بگم؟ اینکه مثلا یا گوشتو مثلا با هم یعنی با هم ببینید. آره اونم اوکی فرق نداره. میگم اصلا من دوست ندارم این کارو واقعا بکنم، ولی مثلا اگه چه میدونم با یکی تازه دوست شده باشم شاید مثلا اصلا گوشیشو چک نمیکنم به هیچ عنوان تا میرسه یهو یه روز گوشیشو چک میکنم، بعد همون موقع همون موقع سورپرایز میشم، بعد کات میشه اون داستان تموم شده. چون قطعا یه چیزی میبینی. شما آقایونی هم که میخواید گوشی چک کنید با کسی میرید تو رابطه از روز اول چک نکنید، یه ماه بذارید بگذره، بعد طرف میگه خب این از این اخلاقا نداره که گوشیمو چک کنه، بذار سری میره با این چت با اون چت فلان 20 سال، بعد یهو چک میکنی سورپرایز میشی کات میشه، بعد اینجا میفهمی که اون دختر رابطه شما نبود. ببخشید این کلمه رو میگم شاید اصلا سانسورش از این روشای دیوسی یاد بگیره. اون اوایل چک نکنید. آره خلاصه دیگه اینجوری دیگه. میپرسی؟ منم؟ بله. چقدر زود نوبت من میشه؟ تا حالا تو استخر جیش کردی؟ من با اینکه آدم خیلی واقعا وسواسی و تمیزی ام دوست دارم. خلاصه شو بگو. آره باشه اینجوری هم که آره کردم. نه انقدر خلاصه ندید واقعا جیش کردی؟ بگو آره همیشه یا نه مثلا نه در مواقعی بچه بودی یا بزرگ؟ خیلی خب مدام میگم در مواقعی که میرینگ زده بودی. تو استخر شخصی، تو استخر عمومی نه عمومی نه. میدونی چرا؟ چون بچه بودیم به ما میبردن استخر یاد میدن میگفتن که اگر جیش کنی یه حال قرمزی میاد دورتون و منم این فرضیه تو ذهنم مونده بود اینجوری بودم که وای الان من جیش کنم قرمز میشه. تو بچگی این کار نکردی ولی کردم. چون دروغ بگم شما هم قطعا کردین و شاید نگین الان ولی کردین. بفرمایین که شما که حالا اصلا زیاد تتو داری خیلی تتو داری تا حالا تتوی زدی که پشیمون بشی تو بدنت؟ مثل سگ. جدی؟ آره ببین من یه دونه تتو اولا که چند تا تتو رو انگشتامه. آره بچه‌ام ببینن که یه ذره کم رنگ شده. خیلی قدیمی بچه بودم زدم فکر کنم 13-14 سالم بود. خودم با سوزن انقدر از بچگی علاقه داشتم به تتو، خودم با سوزن نصب کرده بودم، بعد سوزن رو برداشتم با جوهر روان نویس ریختم شیکوندم تو در نوشابه سوزن می‌زدم. بدتر از زندانیا زدی. آره دقیقاً. بعد تازه چی اینو رفتم همون شب خونه مست بودم پشیمون شدم، بعد پاکش کردم رفتم همون زخم بود مست بودم نمیفهم سنگ پا برداشتم اینجوری آروم کشیدم روش رفت. دوباره فرداش رفتیم مست کردیم دوباره زدم رو زخم. فکر کن دیوونه میوونه بودم. بعد دوباره 3-4 بار دیگه چیزش کردم. حالا بعد اینکه زدم مثلا تازگی‌ها یه سال پیش اینا 3-4 بار دیگه هی سفید زدم روش و رنگ پوست زدم روش اینا که پاک شه ولی هنوز کامل پاک نشده. باید برم لیزرش کنم. یه دونم پشتم دارم اوکی نیست زیاد اونم پشیمون شدم مثل سگ و اینا دیگه تتوی دیگه‌مون نه پشیمون نشد. مثلا اینو خیلی دوستش دارم یا اینی که اینجا خلاصه بفهم. تا حالا از جیب بابات پول برداشتی؟ آره ولی با اجازه. یواشکی بر نداشتی؟ نه آدمی نبودم که مثلا برم دست کنم تو جیب بابام. نه مثلا میگفتم من برم تو جیب پول نمیدارم یا میگفتم پول میخوام خودش میگفت برو تو جیب فلان مثلا پیرانم بردار. ولی واقعا نزدم اونجوری. دختر دیوسی نبودی
بس. تو این چیزا نبودم. تو خانواده دیوس نبودی، تو رفیقات بودم ولی تو پول نبودم. تو پول بابام نبودم. خدا رو شکر. این دختر خوبیه، چشمش به پول نیست. بگم بگو. تا حالا بچه فامیل رو اذیت کردی یا کمکش ببین تا حالا بچه فامیل رو اذیت گریه کن بی تربیت. ببین بچه فامیل رو نه واقعا من بچه خیلی دوست دارم خودم، خب ولی به شرطی که تو مخی نباشه. بچه تو مخی باشه حال نمی یعنی تو کنم مخیارم خودم. نزدی؟ ببین زدن نزدم تا حالا، چون اصلا کلا از زدن بدم میاد، چه دوست دخترم چه بچه فامیل چه حیوان. مخصوصا حیوونا رو اصلا شاید یه بچه رو یه روزی بزنم ولی حیوان رو دست روش بلند نمیکنم. بعد اینکه تا حالا بهشون اخم میکردم، مثلا خیلی تو مخم بودی و اینجوری بهش نگاه کردم گفتم برو بیرون طول سگ، مثلا تو اتاق یه جایی بودم فلان. آره ولی نزدم تا حالا چون واقعا دلم نمیومد. آره امتحان کن خیلی حال تا حالا شده هم جنس خودت نظر داشته باشی؟ آره الان نه خیلی کوچولو بودم. مطمئنی؟ آره مطمئنی دیگه؟ وایسا خیلی کوچولو بودم، فکر کنم دوران اوایل راهنمایی بود و من اون موقع یه ذره نخواسته نمیخواد حقیقت رو ببینه. بله بفرمایید. من اون موقع یه ذره اخلاقم پسرانه بود. خب اوایل راهنمایی درسته. بعد اون موقع آخه بچه بودیم دیگه، توی فاز بودیم که مثلا طرف دوست دختر منه فلانه، از این جور فازه. حالا شاید 80 بدونن من چی دارم میگم، شاید مثلا واسهشون پیش اومده باشه تو دوران راهنمایی. همون برم با هم. نه واقعا دیگه نه دا اونجا نه، چیز الکی میدونی اوکی لفظی بود ولی واقعا موقع تا حالا کاری هم نکردی؟ نه واقعا نه خب خودشو بفرمایید. در اون حد نبوده. بله که بفرمایید. سوال خودت رو دارم. تا حالا به همجنس خودت نظر داشتی؟ اوف زیاد. مثلا یکی سپره، یکی شایانه، یکی سپر کجایی؟ نه بابا شوخی میکنم. نه من اوکی نیستم واقعا با این. میگم چه جدیدن سپر ازت فرار میکنه. الانم نیست. مگر اینکه مثلا یه روزی بگن آره بیای همچین کاریو کن که بری سفارت ویزا بهت بدم بری آمریکا. تنها راهی که اونم نه من مثلا آقا بشم اون خانوم بشه. چه خوش اشتها من تا حالا زیر دوش جیش کردی؟ آره آفرین. میگفتی نه اصلا قبول نمی‌کردم چون همه این کارو میکنن. ببین یعنی اصلا تا میری زیر دو مگر اینکه 2 نفری با یکی بری که این کارو نکنی، که اونم خیلی دوست داری این کارو بکنی اون لحظه، ولی مثلا یا میگی زشته فلان. ولی ببین حاضرم شرط ببندم دونه دونه کسایی که این ویدیو رو میبینن همون میرن زیر دوش جیش میکنن. بهتون قول میدم. شما کامنت بذارید اگه دروغ میگم بگید دروغ میگم، اگه هم راستم میگم همتون یه کامنت جیش بذارید. منم میام بذارم راست میگه. مرسی. ولی نه واقعا یه ریاکشن بدنه که شما وقتی میری همون یا اصلا یه آب سردی یا داغ بدنت حس میکنه اون لحظه بدن جیشش میگیره. واقعا جدی میگم ریاکشنه. آره خاطر همینم خیلی تو آدما هست. 90% آدما خیلی حال میده. واقعا من کردم و واقعا حال میده. آره خیلی حال میده. بفرمایید سوال بعدی. بله بندم. به یه سوالیه که داغ دل همه رو میدونم تازه میکنم و شاید اصلا با این ویدیویی که میبینن 1000 تا خاطره اصلا 1000 تا چیز بد میاد تو ذهنش. چی بگم؟ چون واسه همه پیش اومده و خیلی هم اصلا واسه پیش نیاد. واقعا پیش نیاد. سوال اینه که تا حالا خیانت کردی؟ ببین خیانت بذار فکر کنم تو داخل پرانتز چی بگم بچه‌ها، خیانت واقعا این نیست که شما بری وقتی با یکی تو رابطه‌ای بری با یکی دیگه هم تو رابطه باشی. نه خیانت فقط این نیست. داخل پرانتز خیانت حتی این میتونه باشه که تو ذهنت اینجوری باشه که خب وقتی پارتنرم نیست اون که نمیخواد بفهمه، وقتی پارتنرم نیست این کار کنم، وقتی اون نیست این کار کنم، یا اصلا
همش آره. به خیانت. ببین من خب مردادی ها رو نمیدونم بشناسید یا نه. مردادی ها اینجوری که اگه واقعا کسی رو دوست داشته باشن یا اگه یه دونه فاب داشته باشن دوستش داشته باشن اصلا دنبال چیز دیگه ای کسی دیگه ای نیستن. مردادی ها خب کجایی؟ واقعا اینجوری هم. حالا اگه مردادی هستش داره ویدیو رو میبینه توی کامنت ها بگی که اینجوری هستین یا نه، یا من درست میگم یا نه. اینکه ببین من خودم به شخصه اگه کسی رو دوست داشته باشم، اگه فاب داشته باشم، نه واقعا هیچ وقت این کار نمیکنم. مگر اینکه یه دونه گزینه میتونه داشته باشه که طرفم ببینم مثلا حالا شیطونی میکنه یا یه سری کارا رو میکنه فلان اینا، یه جورایی میشه گفت دیدی میگن با هر کسی مثل خودش فلان یه همچین سبک. شاید منم مثلا چه اگه اون با کسی چت میکنه منم بگم اوکی چون این داره چت میکنه منم میرم چت میکنم فلان. اونم شاید ولی بازم ته دلم میگه که اوکی این داره این کارو میکنه ولی تو مثل اون نیست، تو این کارو نکن. ولی میگم اگه کسی دوست داشته باشم نه به هیچ عنوان، میگم اگر اینکه خود اون طرف خیانت کنه بره و منم حالا برم با که اون خیانت حساب نمیشه. ولی اگه مثلا کسی رو دوستش نداشته باشم و نمیدونم باش تو رابطه الکی باشم و وقت همدیگه رو داریم میگیریم و اینا، شاید اونم تازه شاید، ولی ترجیح میدم اول سر یه بهونه حتی شده کات کنم بعد برم حالا با یکی دیگه که میخوام. دوست داشتی چه آدم معروفی ریلت باشه؟ حقیقتا یه ایرانی بگو یه خارجی. ببین واقعا اسم واقعا دارم فکر میکنم اصلا تا حالا نه بهش فکر کرده بودم نه تو ذهنم اومده، دوست نداشتم. شاید طرف مثلا تعریف میکردم میگفتم مثلا پسره چه خوشهیکل مثال یا مثلا پسره چه فیسی مثال. یعنی کراشت کسی نیست؟ نه واقعا آدم روی کسی کراش نداری؟ از کدوم رپر ایرانی بدت میاد؟ قطعا تنها چیزی که میاد تو ذهنم فداییه. فدایی بدت میاد ازش؟ واقعا منم یه آدمیم که خیلی رپ گوش میدم فدایی ولی خیلی قویه. ببین اصلا قوی باشه خب با این موردش کاری نداری ازش، یعنی از خوندنش بدت میاد؟ خوندن یعنی یه آدمیه که نه خیلی نچسبه ولی خیلی فن مثلا شاید الان فناش بیان چرت و پرت بگم حقیقتا شاید بکوبم داخل پرانتز من اصلا نمیخوام دیس بدم به فناش یا اصلا به خوش اینجوری نیستم ولی دم نظر خودم مثلا با پوری دیس داده بود و اینا من اینجوری بودم که واقعا هرس می‌خوردم ازش طرف دادم. از چه بازیگر ایرانی بدت میاد؟ من ایرانی نمیشناسم. ایول مثلا واقعا من فیلم‌های ایرانی اصلا نگاه نمی‌کنم. الان بگو خارجی. از چه بازیگر خارجی خوشت میاد؟ جیسون استاتام. به وقتی اکشن خیلی خوشم میاد جیسون استاتام، واقعا یه مرد خیلی خفن. حالا تا اینجا که اگه دختر بودم قطعا بهش سلام می‌کردی. آره دایرکت میدادم میگفتم سلام. حالا که تا اینجا آمدیم فیلم جدید جیسون استاتام زنبوردار رو حتما ببینیم. آره. واقعا ببینیم. سوال دیگه نداری خودت ازم بپرسی؟ سوالم تموم شد؟ آره هیچ سوالی از من نداری بپرسی؟ بذار فکر کنم. چرا؟ سوال آخرم بپرسم؟ بگو. این که همون سوال که پرسیدی تو از چه رپری خوشت میاد؟ ایرانی از چه رپر؟ رضا پیشرو قطعا. واقعا پیشرو هست. پیشرو ببین پدر رپ ایرانی فارسی که میگن پدر رپ ایرانی ولی هیچ کس نیست اصلا به نظر من. به هیچ کس میگن. آره میگن اسمش رو هیچ کسه ولی پیشروه واقعا. حالا چه رپر ایرانی بدت میاد؟ از چه رپر که فکر نکنم رپر باشه ولی از نمیدونم این مهراب و علی بابا و شایانیو اونا دیسلاو میشن. شایانیو هم رپره ولی اونا دیسلاون که گفتی. اصلا خوب نمیخوان از اینه که خودشونو جر میدن حالا تو خارتو ناموستو بیبی فلان به من گفتی آدم آبا ولمون کن. میگم سانسور رپر ایرانی فلان رپر ایرانی بعدم نمیاد حال میکنم با اکثرشون، بیشتر با همینا که میان ان میکنن تو موزیک بدم میاد. آره و اینا اوکی. شما هم سوال ندارید؟ بازیگرم از جیسون استاتام خوشم میاد و همین. سوال نداری؟ نه اوکی. پارت بعدیش هم بذاریم به نظرت؟ بچه‌ها ببینن. بچه‌ها راست میگه. بچه‌ها اگه دوست داشتید پارت بعدیش هم بذاریم واسهتون توی کامنت حتما بهمون بگید و اینکه خیلی دوستتون داریم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید، وقت گذاشتید و اینکه لایک
کامنت، سابسکرایب به چنل یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیو خفن بعدی اونم گذاشتیم یه نوتیفیکیشن واسهتون بیاد و سریع بیاد ویدیو رو ببینید. دوستتون داریم خیلی زیاد. تا ویدیو خفن بعدی تا ویدیو خفن بعدی فعلا پیس اوت.